تو این ویدیو با ما همراه باشین. میخوام نحوه ارسال سفارشات عمده رو بهتون نشون بدیم. ببینید اینجا پسته رو داخل 2 تا گونی ظرف میکنیم و میریزیم و 2 تا گونی برای این دلیله که یه موقعی خدای نکرده پسته شما نیان ترمینالیا، اتوبوسرانیا و راننده‌های اتوبوس و بالاخره باربریا بیان بگن گرفته گوشه اتوبوس پاره شده و گونی رو زخمی کنن و پاره کنن و پسته از روش بردارن. به این دلیل ما میایم پسته رو داخل 2 تا کیسه میکنیم که خدای نکرده اتفاقی به هیچ عنوان نیفته. تمامی سفارشاتی که ما ارسال میکنیم همه 2 گونی میشن و با چرخ هر 2 تا گونی رو 2 بار میدوزیم و هیچ اتفاقی دیگه برای محصولتون نخواهد افتاد. اینجا پسته رو با کیل دقیق صادراتی و کوچیک دقیق وزن میشه، حتی تا 20 گرم هم نشون میده و مشخصات مشتریامون نوشته میشه و براشون ارسال میشه. اینم فندقی CC2 بود این سفارش برای مشتری عزیز معزرش که 9 کیسه سفارش داده بودن، بقیه هم داریم آماده میکنیم و براشون همیشه ارسال میکنیم. این فندقی CC2 مونه برای سراسر کشور به صورت عمده. به همین صورت ما هر شب داریم ارسال میکنیم. در خدمتتون هستیم.